کانی دخترم آماده ای؟ کار میکنیم. نه اول با مغازه رویم. اول مغازه چی میخوای خرید؟ گامبورگر. نورالله یک شبانه روز این جانب نخفته است اما نمیتواند به کار نبراید. پرستاری دو کودک بر دوش اوست. زوجه او ماهی پیش 10 روز پس از تولد فرزند دوم درگذشت. طفل نوزاد را حالا خویشاوندان او نگاه بین میکنند. او میفهمد وقتی روز تاریک می شود کودک بیچاره میگوید پدر جان آفتاب خواب رفت به کار می رویم. وقتی صبح آفتاب می دمد او ساعتهای 7-8 بیدار می شود و می گوید پدر آفتاب بیدار شد رفتیم خانه. نورالله مجبور است شبانه تاکسیرانی کند چون که روزانه داخل ماشین برای دخترش خیلی گرم است. شبانه صالحه در داخل ماشین خواب می رود. او برای دخترش در کرسی پیش ماشین یک جای خواب درست کرده است. گاه او اینجقی می کند. من می گویم که دخترم این خیلی ممکن نیست. کار باید کرد. برای کودک باید شیر خریم. و الکی با این شرایط اونس گرفته است و برعکس مرا وادار می کند پدر جان رفتیم به کار باید پول کار کنیم. ما باید خانه خریم. الکی مثل کلان سالها فکر می کند. با نورالله میسر نشد که کودک را به باغچه دولتی دهد. برای باغچه دولتی باید نوبت پایی کرد. نمیتوانیم قاعده را ویران کنیم. من میفهمم که من تنها نیستم اما آدمانی که در نوبت هستند حالشان مثل من نیست کو. آنها میتوانستند با درک وضعیت به من یاری دهند. در اداره معارف شهر میگویند نوبت پایی به باغچه بچگان آنلاینی است. با وجود آنکه نورالله در گروه امتیازداران است، پیش از دختر او 17 نفر دیگر در نوبتند. مسئولان برای قبول صالحه در باغچه رخصت دادند اما همزمان یک باغچه خصوصی هم حاضر نشد او را بپذیرد. دیناره اورماتووا مسئول مرکز تعلیمی سوردلوف میگوید بسیاری از والدان یک سال قبل از باغچه روی طفلانشان برای آنها نوبت میگیرند. او آمد و گفت که از 2 آگوست ما زود کودک او را بپذیریم اما این خیلی نمیشود. میفهمید او از گروه امتیازداران است اما این به معنای نیست که زود باید قبول شود. نوبت هست، سیستم کار میکند، اینجا اشتباهی نیست. با عقیده نازگل توردوبیکووا رهبر فاند جمعیتی اتحاد حمایت حقوق کودک مشکل ثبت نام کودکان در باغچه ها نو نیست اما با گفته او شهرداری بیشکک در این رابطه برنامه ندارد. باغچه های نو ساخته نمی شوند. بناهای کهنه تعمیر نشده اند. نوبت پایی آنلاینی خود به خود مشکل باغچه ها را حل نمی کند چون که از شهر بیشکک تنها 30% کودکان را می تواند در باغچه ها فرا گیرد. مگر با این حال می توانیم گوییم که نوبت پایی آنلاینی می تواند مشکل همه نیازمندان را حل کند؟ مشکل دیگر به گفته توردوبیکووا در آن است که بسیار بناها همچون باغچه استفاده نمی شوند. اگر در دوران شوروی برای خوانندگان ابتدایی بنا می ساختند پس از فروپاشی بسیاری از بناهای باغچه ها با مقصد دیگر استفاده می شوند. در دوران شوروی این بناها را همچون باغچه بنا کرده بودند حالا اداره مقامات دولتی شده اند. دادستانی کل به گفته او این مسئله را حل کردنی نیست.